اکستریم دو. ما با شما اکستریم دو رو میبینیم که چه قدرت داره، چه صدایی داره، چه امکاناتی داره، چطوری هست. اینم شارژرشه. اینم شارژر از نوع دیگه‌شه. بلوتوث کم زیاد رد کردن، اینم روشنش. خب اینجا هم جای باتریش نشون. اینم بندش، اینم شارژرش. اینم اون شارژری که توی سر از این میخوره. رابطش دیگه چیز خاصی نداره. اوکی. خب بیاییم این چی چیزا داره. 15 ساعت شارژ نگه میداره بدون هیچ چیزی. میتونید شما در بیابون 15 ساعت این روشن کنید همراه بلوتوث. حالا بقیه‌ش هم ببینیم چی داره. این هم مشخصات دیگه شه. باتریش 15 ساعت گفته، ضد آب است دیگه، USB دیگه، آهنگ میتونه دور بزنه. اینم همون جای شارژش. آها، اینم شما میتونید از شارژ بگیرید. ببین باتری، اینم شارژ ازش میتونید بگیرید. اینم شارژ بیدین یا هر چیزی دیگه ای. کوک نگاه کنید شما. از اینجا هم میتونید هندزفری بزنید یا از کامپیوتر بزنید به این آهنگ بگید، از طریق ازی پخش کنید. خب حالا ببینیم که این چقدر قوی هست. یه چیزش صدای ازی روشن شد. نگاه کنید اینجا این داره شارژ میشه الان.
این روشنشه، خاموش شد. الان این روشنشه. خب ما الان در میرم در یه الان پورم هست شارژش. خب ما الان میرم بلوتوث وصل میشیم. بلوتوث کدام این باید فشار بدیم بلوتوث تا این بلوتوث بیاد پیدا بشه. این نگاه کنید شما، اکستریم سوای. واو. پیدا کرد. حالا برم تمام. خب حالا ببینیم که این چی داره. از اینجا خاموش میشه، روشن میشه. حالا شما دیدید اینجا هم که دیگه جایش دیدید، شما شارژش مثلا میتونید از اینجا شارژ بگیرید حتی برای گوشیتون که دیگه هیچی. البته این هم چیزایی داره. از اینجا به نظر من صحبت هم میشه، یعنی شما به عنوان بلندگو ازش استفاده کنید، از اینجا صحبت کنید. از اینجا شما نگاه کنید. ما رو دفترچه راهنماییش نگاه کنیم برای شما باز کنم. خب راهنما چی بوده؟ دفترچه راهنما. گفته که از اینا شما میتونید آهنگ بگیرید، با موبایل و تبلت شارژ بدید. آره بذار دیگه رو شم که آهنگ گوش کنید. از طریق بلوتوث هم نصب میشه. نگاه کنید. من گفتم که یه از طریق صحبت هم میشه. این از یک طرف شه، این از طرفاش هست، این از طرفاش. نگاه کنید شما اینجا رو. یک دنم چیزم داره، اپلیکیشن هم داره ای که اون اپلیکیشن در گوشی خود روشن کنید راحت تر موزیک گوش میکنید. از اپل ستوری، از اپل استوری، از گوگل پلایر دانلود میشه اپش. خب اینه دیگه مزایای ازی. امیدوارم که شما تون بخرید، لذت ببرید.